سلام محمد اسلیم بازای خفن، چطور متورید؟ من امیر آریانم و خیلی خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از تاک شو کلابرینگ تایم. بگویم سپاس و درود و سلام. It's کلابرینگ تایم. ختم کلمه. آقا عیدتون مبارک. عید شما مبارک. عیدتون مبارک. دنبتون سه چارک. مثلا الان که ما داریم ضبط میکنیم یه روز مونده به سال تحویل، ولی خب پخشش ساعت 8:33 چهارشنبه است. آره. ولی خب یه پخشش قطعا میفته واسه بعد سال تحویل. آره. امیدوارم که سال خوبی داشته باشید و به همه آرزوهاتون برسید دیگه. ان شاءالله دکور نوروزی هم گذاشتیم که 3 داره: سبزه، استون کولد استیو آستین که خوش 2 تا حساب میشه، یعنی تا الان 1 2 3. شان مایکلز هم اون اس اولش رو حساب میکنیم میشه حالا 4 سین گذاشتیم که ان شاءالله که سال خوبی برای همه باشه. بفرمایید. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. قراره تو این ویدیو بپردازیم به اسمکدان و راهی که گذشت و حواشی پیرامون بزرگترین پریمیوم لایو ایونت کمپانی یعنی رسلمنیا. پس اگر هنوز کانالمون رو سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابو بزنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید که ویدیوهای جدید براتون بیاد. لایک و کامنت حمایتی هم فراموش نشه. بریم برنامه. این که میگن مثلا سابسکرایب کنیم، خب بگیم بساب خیلی بهتر نیست؟ هم بومیتره هم راحت. آقا کانالو بساب. شما بساب. پدرام ناراحت نشه. بیایم برنامه رو شروع کنیم. خب پدرام، این هفته ما 2 تا شو هفتگی خیلی جذاب داشتیم. هر هفته داریم. آره ولی این هفته آخه هر چی میره جلوتر این رود تو رسلمنیا جذابتر و داغتر میشه. به نظرم هم اسمکدان هم را خیلی جذاب بودن. البته میدونم که تو نظرت متفاوته. بله من نظرم متفاوته. اسمکدان خوب بود ولی را 4 از 10 به نظر من. بریم سراغ اسمکدان بعدش رو ببینیم چی میخوای بگی در موردش. اسمکدان 14 مارس با تک تیم، در واقع اول با الینات شروع شد که پروموش ختم شد به یه تک تیم جذاب. کاری به تک تیم هم ندارم، اما بعدش دوباره حمله کردن آره جالب بود. آره جیکوب استرومن. البته بگم فکر میکنم همون چیزی بودش که تو فکر کنم تو برنامه قبلی گفتی در مورد کامرند یونایتد استیتس. آره. ظاهرا از ناکامورا کلا ناامید شدن، چون حتی به عنوان چالنجر بعدی و ریمچ هم نیومد خیلی جلو. اومدن باهاش معمولی برخورد کردن، گفتن هفته دیگه یه مسابقه فکر کنم داره. آره جیمی اومد و سولو من امیدوارم که به همون اندازه‌ای که به جی دارن پوش میدن و بهش اهمیت میدن به جیمی هم بدن، چون قراره ظاهرا یه مدت اینا سینگل کار بکنن دیگه. آره. خب پس امیدوارم، وگرنه میشه حکایت جف و مت که به اندازه کافی به جف هاردی پرداختن، آخر سر گذاشت تو کاسهشون، ولی اگه به همون اندازه به مت هاردی میپرداختن بالاخره فکر کنم خیلی اتفاقات از یه سوراخ چند بار گزیده میشن دیگه. آره. بعد از اون طرف سولو هم به نظرم خیلی هنوز بلا تکلیف قضیهش. نمیدونم هنوز اون فاز بلاد لاینر رو داره در صورتی که اصلا اون سگمنت تموم شده دیگه. آره من سولو به نظرم خیلی امیدوارم اگه قراره چالنجری باشه، چون فکر نمی‌کنم دوباره تریپل تریت مچ بشه. امیدوارم اگه چالنجری باشه جیمی باشه. ولی خب اون درگیری جیکوب فاتو و استرومن عالی بود. آخرش هم یه سوتی داشتن که قطعاً به رسلمنیا خواهد رسید این درگیری. آره ولی یه سوتی باحال داشت. سوتی که باحال که نبودش، اون لحظه آخر که جیکوب برگشت که اونجوری بزنه استرومن رو پرت کنه توی ببین جدیدن خیلی از این اتفاقا داره میفته. اصلا نخورد به استرومن، خودش رفتش. خیلی از این اتفاقا داره میفته. فکر میکنم به خاطر اینه که حالا نسبت به قدیمیا خیلی بی‌پرواتر بودن. الان خیلی محتاط‌تر همه کشتی میگیرن. آره. یعنی تو نگاه میکنی خیلی تابلو میبینی یه سری اتفاقا رو که زوم کنم شده. به خاطر اصلا خود سیاست خود کمپانی هم هست که وایرال شه مثلا این چیزا. نه خیلی از زمانی که رفت تو داستان پی جی و فلان اینا خیلی حرکت‌ها رو محتاط کلا همه چی خیلی محتاط شده. ولی دیگه انقدر مثلا حالا بریم جلوتر باز میگم که چه اتفاقای دیگه هم افتاد. آره. بریم بعدیش. ولی سوتی از چشم هیچ کس دور نموندش. توی اسمکدان ما دوباره درگیری تیفی و شارلوت داشتیم که این بار برخلاف هفته پیش تیفی مادر شارلوت رو به خواهرش پیوند داد. خیلی زدش. من اونو دوست داشتم. آره نه اونو دوست داشتم. شارلوت بیش از حد دیگه داشتش پر رو میشد. و میز تیوی رو داشتیم که از همون ابتدای کار میز شروع کرد به کری خوندن. گفتش که من قرار با کسی صحبت بکنم که مثل من نتونسته جان سینا رو تو رسلمنیا ببره. پوفیوز تو خودت با کمک راک بردی اصلا. آره اومد اونجا و اونم زد و گفت تنها کسی که باش حرف میزنم جان سیناه و نه هیچ اسکول یوری دیگه ای و رفت. فحوای کلام این بود و رفت. اصلا هیچ چیز دیگه نداشت. بعدش درگیری پریست و
درو رو داشتیم با هم دیگه آره، که اینم بالاخره به باز همون نخنمای هست. آره قطعا به یه مسابقه دیگه ختم میشه. و گل سرسبد به نظرم اسمکدان 2 تا موضوع بود. اولیش رندی اورتون و کارملو هیز که واقعا با کارملو حال کردم، خیلی آماده خیلی بود، اومده بود، اصلا تکنیکو به حد اعلا رسونده خیلی بود. آماده البته بود. ببین یه چیز دیگه هم که هست خیلی مهمه، این ببین الان کشتیکج میشه گفتش که یه جور تئاتر اسپورت دیگه. آره. خب واقعا به پارتنر ربط داره 100%. یعنی تو اصلا میبینی اون پارتنرت وقتی رندی اورتونه، خب اصلا لول کشتی گرفتنت میره بالاتر، به خاطر اینکه طرف بلده چه جوری هندل کنه، چه جوری باهات به قول معروف بازی کنه. یه مثالی باهات. که همین الان اومد تو ذهنم بهت بگم، مسابقه آندرتیکر در مقابل گلدبرگ. آره اون افتضاحی که به خب وجود اونم اومد که اصلا چیز بود. گلدبرگ کلا حرفا نمیذاره که مثلا آقا یعنی چی من میزنم، نه اصلا حواسش نیست. ببین خود آندرتیکر که فرسوده‌ای بیش نبود، خود گلدبرگ هم نمیتونست هندل بکنه، ولی اگر یه حریفی میذاشتن در مقابلش که هندل بکنه قضیه رو، مثلا رومن رینز با خود آندرتیکر، بازم زیاد فاصله بینشون نبودش، ولی خب آندر بازم همون فرسودگی رو داشتش، ولی رومن بازی رو داشت در میآوردش تقریبا. و کارملو واقعا خیلی خوب بودش. یه چیزی آینده داره خیلی. آره کارملو خیلی. یه چیزی که من توی اسمکدان یوهو خورد تو ذوقم مدل اول اینو بهت بگم، دیدی دوباره رندی اقدام کرد به پانت کیک. آره. من احساس میکنم این پانت کیک توی رسلمنیا داریم. آره داریم قطعا، یعنی اون اتفاقی که چون آخرین باری که اینجوری پانت کیکو داشتن بولد میکردن توی مسابقات رندی سال 2009 بودش. اون بلایی که سر خاندان مکمن آوردش به همشون پانت کیک زدش و در نهایت مسابقهش هم با هانتر ختم شد به اون پانت کیک و اون داستان. آره فکر میکنم که داشته باشیم با کوین اوونز و خیلی قشنگ میشه. آره که پال درایور در خیلی به نظرم چیز جذاب میشه. ولی مدل دخالت کوین اوونز مدل دخالت یک کاراکتر هیل نبود، اومد نجات داد کارملو هیز. من اینو دوست نداشتم. یعنی من دوست داشتم که بیاد اصلا به یه ورش باشه، اون خراب کنه ماجرا، بیاد خراب بکنه، یا اگر هم بعد از مسابقه اومدش بیاد به قصد زدن و دعوا کردن با رندی، نه یادش به قصد نجات دادن. این حرکت یه کاراکتر فیسه که نجات دهنده است. هنوز خاکستریه. شاید اصلا نمیخوان هیل باشه. آره فعلا خاکستری. شاید اصلا خود کمپانی دلش نمیخوادش که هیل باشه. 2 تا تیزر هم پخش شد، 2 تا تیزر هم توی اسمکدان پخش شد که یکیش خیلی مرموز بود و یه عدد 4 اومد. خیلی‌ها گفتن ممکنه به برگشتن آلیستر بلک مربوط باشه. یکی دیگه هم پخش شدش در مورد که اون دیگه تقریبا خیلی مشخص بودش دیگه، در مورد دبیو ری فینیکس برادر پنتا. بله. که یادش خیلی یه جذاب تک تیم زیبا آره خیلی جذاب میشه. و گونتر رو داشتیم، گونتر که اومد و من خودم به عنوان مثلا فهمیدم چرا من از گونتر خوشم میاد. چرا؟ چون جفتمون رئالیم. اومد گفتش که الان تو بارسلونه، حالا مادرید و فلان. اصلا اومد برگشت، حالا فکر کن بازیکنای بارسا یامال و اینا اونجا نشستن، برگشت گفت به عنوان یه قهرمان اروپا یه قهرمان اروپایی دوست داشتم توی مادرید بود این شو. و یه حالا مادرید جذابم گفته. ببین این تورای اروپایی WWE خیلی خوبه چون ساعتش با ما یکی میشه، ما 10:30 شب میتونیم لایو ببینیم دیگه راحت. و یه نکته هم من بهت بگم در مورد کلا تورای اروپایی، راحت هم خیلی نیست با وضعیت اینترنتمون، ولی خب یه نکته رو در رابطه با تورای اروپایی بهت بگم. یه چیزی که توی تورهای اروپایی WWE ثابت شده اینه که حتی اگر بدترین بوکینگ و بدترین مسابقات رو هم شما داشته باشید، جو آرنا وقتی که تماشاچیای اروپایی هستن اصلا خیلی فرق میکنه، خیلی جذابش به خاطر چی؟ به خاطر فوتباله، واقعا به خاطر فوتباله. چون ببین فوتبال اونقدر که اروپایی‌ها که طرفدار رسمی نیستن ولی طرفدار فوتبالن. ببین کلا توی این استادیوم‌ها جاهای جمعی و اینا انقدر که این اروپایی‌ها طرفدار فوتبال، آمریکایی‌ها اصلا فوتبالی که ما داریم بازی می‌کنیم ما اصلا دنبال نمی‌کنن. آره اونا فوتبال آمریکایی، اونا فوتبال، اون راگبیه. این جوه به خاطر اونه، یعنی اروپایی‌ها سر این مسئله است که انقدر خفن می‌تونن. امیدوارم این موضوع ادامه پیدا بکنه. مثلا خیلی چیز بوده، خیلی قابل توجه خود کمپانی بوده که گفتن احتمالا یه دونه از ایونت ها رو بندازیم توی بروکسل بعد از راه هفته قبل. اصلا خیلی جذاب بود اسمکدان بارسلونا
راه بلژیک، الان اسمکدان فرانسه. ما الان اسمکدان این هفته داشتیم. تو بولونیا ایتالیاست. ببین اونجا چه خبر که رومن رینز هم داریم. آره و خیلی جذاب. جان سینا هم داریم. حالا اینو مقایسهش بکنید با مسابقات خیلی جذاب و خاطره انگیزی که توی عربستان برگزار شد. ما دیکس رو داشتیم در مقابل برادرز آف دسترکشن. اساسی چی ولش یه جوری خواب بودن همه. آره چه میدونم آخرین مسابقه ای که هانتر با جان سینا داد توی عربستان بود. نه عربستان هنوز خیلی جا. الان بزرگترین رویا رامبل تاریخ WWE. حالا فکر کن رویا رامبل سال دیگه هم تو عربستانه، تو ریاضه. حالا یه خورده پله اومدن بالاتر، یه خورده بهتر شد، ولی خب الان نسبت به اروپایی‌ها اصلا قابل مقایسه نیستن. بریم ادامه. آره پاول هیمن رو داشتیم که اومد گفتش که رومن رینز رو قرار داره هفته دیگه تو اسمکدان داشته باشیم و گفت هر کی مشکل داره با رومن رینز بیاد رو در رو صحبت بکنه. اسمکدان هفته بعد جذاب میشه. خیلی جذاب میشه. پس فرداست. الان که ما چهارشنبه داریم ضبط آره. پس فردا خیلی و بولونیا هم هست دوباره احتمالاً میشه 10:30 شب ما. آره و میتونیم شاید حتی زودتر، شاید 9:30 هم بشه چون باز نزدیکتره بولونیا. آره حالا و دومین گفتم گل سرسبدش دوتا آره. چیز بود. دومیش مسابقه تک تیم خیلی جذاب بود. تک تیم آره من خودم خیلی خوب بود. دروغ بهت نگم تک تیم‌ها رو من واقعا نمیدیدم. خب اصلا حوصله‌ام نمیکشید. آخه کاراکتر جدیدی که به استریت پروفیتس دادن، از اون طرف خود چمپا جانی، اصلا این دو واقعا نمیدیدم ولی اینو دیدم گفتم که آها الان یه آره خیلی خوب بود و من واقعا دوست دارم. واقعا من هانتر رو به عنوان مدیر اجرایی همه کار دوست دارم. داره یه سری چیزها رو از NXT منتقل میکنه به راه که کل هوادارا باهاش خاطره داره. یعنی ما عنقریب مسابقه جانی در مقابل چمپا رو شاید ببینیم به خاطر اون اتفاقی که افتاد و اون مسابقه تو NXT 5 ستاره شد. حالا فکر کن دیگه دوباره بیاد تو WWE با این ظاهر و اینا. یعنی اگر از من طرفدار رسلینگ بپرسن نسبت به زمان وینس مکمن دلت برای چی تنگ شده، شاید بگم فقط برای اتیتود درو. نه منظورم از زمان وینس مکمن همین مثلا 10-15 سال اخیر، وگرنه قبلش که واقعا رسلینگ برای من مثلا از سال 2011 به اینور مرد. خیلی کسل کننده بود. دارم به من بگم واسه چی دلت تنگ شده، من شاید بگم برای ماندی نایت را بدون مثلا اون رینگ مسخره. میدونی این رینگش هم خیلی مسخره است به نظرم، اون تبلیغی که گذاشتن جلوش، ولی تک تیم خیلی جذاب بودش و پرونده اسمکدان اصلا بس دیگه این هفته. آره. خیلی هم تمیز بست. آره حالا من یه نکته‌ای بهت بگم پدرام جان عزیزان، لقب کلا چیز خیلی مهمیه. بله. اینکه به یه نفر چه لقبی بدید خیلی اهمیت داره. یه وقتی هستش مثلا به یکی یه لقبی میدی باعث میشه که پتانسیلش دیده نشه. خود طرف میاد لقب میده، یه وقتایی طرفدارا لقب میدن. معمولا خود طرف یا کمپانی بر اساس حالا اون شخصیت و کاراکتر بهش یه لقب میدن. مثل حالا کودی رودز که ما یه زمانی با لقب استارداست یه دلغکی بیش نبود، ولی این آدم نشون دادش که میتونه مین ایونتر باشه، میتونه سوپر فیس کمپانی باشه و خیلی خفن باشه. با اینکه من اصلا طرفدار کودی رودز نیستم و حتی اصلا توی یه سری چیزا هم انتقاد میکنم، ولی خب نمیشه اینو دیگه. یه وقتی هم هست شما به یه شخصی یه لقبی میدی که اگر اعتماد به نفسی که در راستای اون لقب به دست میاره رو کاج داشت، سالی 2 بار هلو میداد. مثلا جیوسو. یه مصاحبه خوندم، همه این حرفا زدم که اینو بگم. یه مصاحبه خوندم از آقای جاشوا ساموئل فاتو یا همون جیوسو خودمون. ایشون گفتن که من اولا که کلی از راک تعریف کرده، گفته راک توی پروموکات کردن عالیه، میتونه مردم رو سرگرم بکنه، میتونه خیلی خفن باشه، ولی من معتقدم که اگر تو رینگ با راک قرار بگیرم میتونم کاری بکنم که از نظر پروموکات کردن راک به چش نیاد. بابا خفه شو. ببین میریم سراغ را این هفته. ببین یه ذره اینجا من و تو با هم اختلاف نظر داریم. من به نظرم جذاب بود. به نظرم الان هانتر یه ذره داره شبیه مامانا رفتار میکنه که چون ناهار کباب خوردی شب باید املت بخوری، چون راه هفته پیش خیلی حال داد این هفته رو دیگه خیلی معمولی برگزار میکنیم. به نظر من. از چه نظر میگی معمولی؟ خیلی معمولی بود همه چی. ببین یه چیزی سر ضبط ویدیوی چمبر بهت گفتم، باید ببینی تمرکز روی چه چیزی بود
وقتی یه موضوع اصلی وجود داره همه موضوعات دیگه توی اون شو میره زیر پرچم. بابا باشه یه ذره ببین مثلا مثال بزنم. الان چی می‌خواستی که نداشتش؟ الان مثلا پنتا با لودویگ کایزر اسم مسابقه چی بود؟ No holds barred. گفتیم بعد اوپنر مثلا شروع نه اون که اصلا. بعد نهایت این بود که با بهشون بگید به خدا مسابقه‌ای که نو دی کیوه باید بیشتر از میز اون گزارشگر باید ازش استفاده شه. کامنتری منظور. آره همون. من خیلی فارسی رو پاس می‌دارم. بعد چی یه دونه صندلی هم حالا آوردن. همین. چی بعد اصلا حال نکردم. ببین مسابقه بدی نبود ولی نو هولدز نبود. نه اصلا نو دی کیو هم معمولی بود. شاید اگه اسمشو میذاشتن استریت فایت شاید بیشتر. اصلا آخه نه تو مقایسه میکنی با ببین از بعد از کوین اوونز و سمی زین کلا توقع من رفت توی این مدل مسابقه بالا. خب چون خیلی شبیه دوره روتلس اگریشن. خب حالا یه چیزی رو بیا در نظر بگیر. اگر هدف از این مسابقه چون حریف که حریف خفنی نبود لودویگ کایزر، بیا در نظر بگیر اگر این مسابقه رو گذاشتن که یه مقدار پنتا بیشتر دیده بشه از نظر پتانسیل، از نظر حرکات، از نظر آخه کاری نکرد. چی کار کرد؟ هیچ خودش بود. چیکار یه سیب زمینی رو میذاشتی اونجا یه دوتا حرکت بیشتری میزد. چی بود؟ خب حالا بریم بعدی. آره. نه. پروموی سینا عالی بود. بی‌نظیر بود. حرف دارم در موردش. ببین اجازه بده. من نمیگم پروموی سینا بد بود. من اصلا این حرفا نمیگم نه افتضاح بود و بد بود. خیلی بلا تکلیف بود. یعنی پاشد اومد این دوست دخترایی که مثلا یه چیزی نشد باید حدس بزنی چه اتفاقی افتاده. آقا از چیزی ناراحتی ولش کن مهم نیست. خب بگو چی شده. خب اوکی نه تقصیر خودت باید میفهمیدی. 25 ساله که من دارم الان کشتی میگیرم شما ما تحت مبارک رو گذاشتید دارید نگاه میکنید که من بهتر. آقا اگر تو روحتو فروختی تو چیزی که تو چمبر نشون دادی روحتو فروختی اصلا نباید این قضایا به هیچ وریت باشه. نه اینکه بیای شروع کنی. دلیل فروختن روحش رو گفت هوادارا به من احترام نمیذارن از من توقع بیجا دارن. این چه دلیلی بود؟ نه اگر روحتو فروختی تو عملا یعنی روحی نداری پس اصلا این چیزا برات مهم نباید باشه. خیلی خیلی منطقی. تو همه چی رو ببینی تو هالیوود و اینجور چیزا این مدلیه. وقتی روحو میفروشن دیگه هیچی براش مهم نیست. نه اینکه بیای تازه شروع کنی عین دوست دخترای تاکسیک قرقر کردن. خب میدونی من چی داشتم در نظر میگرفتم؟ من گفتم که خب من خودم هم حقیقتا توقع یه چیز دیگه ای داشتم. هممون توقع یه چیز دیگه ای داشتیم. بعد کودی اومده داره به قول تو نصیحت میکنه مثلا. به نظر من کودی بد بود. ریش سفیدی نکن برادر من زشته. به نظر من کودی بد بود. نه این چه حرفیه زدی؟ من اون جان سینایی که دیدم و میخوام باش مسابقه بدم اینو نیاری ها. این ارا نه ببین من خودم توقع داشتم که الان جان سینا بیاد با یه حالت خیلی متفاوت. همینو توقع گفتم بیاد مثلا یه پاره پوره کنه همه چی رو ریخت رو سر طرفدارا. ولی اینکه اومد کامیون کاهو برگردون رو سر هوادارا و نمیدونم میگم خیلی نمیخوره به اون چیزی که قیافه هوادارا رو دیدی اونایی که مثلا سینا فن بودن لباس پوشیده بودن اومده بودن مگه ما حرفی زدیم اصلا به ما همون میگم اینش تقصیر ماه. بعد بغضی که تو صداش بود اصلا به اون چیز نمیخوره که عالی بود اون لحظه که داشت صداش میلرزید. از لحاظ تکنیک بازیگری بله خیلی قشنگ بود ولی نمیخوره به اون اتفاقی که افتاد. این نظر منه. خب وقتی که بیاید نظراتونو بگید. تو رو خب با من موافقید یا با امیر؟ بیاید تو کامنت ها بگید ببینم نظرتون چیه. شاید منم نظرم برگشت ولی من دارم میگم وقتی ما یک استار متفاوت داریم به اسم جان سینا که 23 سال بیبی فیس بوده، وقتی این قراره با یه حرکت متفاوت بیاد هیل بشه هیل ترنش هم باید متفاوت باشه. یعنی اون مسیری که قراره به هوادارا بقبولونه. نه هیلم نه فیسم. آره. من آدمم. آره شاید جان سینا قراره همون شخصیت خاکستریه بشه. شاید باز حالا خیلی زوده دوباره هفته دیگه دوباره هستن. دوباره ما فیس تو فیس داریم پرومو داریم و به نظرم خیلی خوب بودش. بعد کودی اومد خرابش کرد چون کودی تو اسمکدان با یه خشمی داشتش صحبت میکرد که اینو به من بدید قراره پارش بکنم. اومد اونجا نصیحت کرد. چه کاری بود آقا سینا؟ اصلا این چه حرکتی بودش؟ یحیی جاناتان یحیی ویدیو. آره من به نظرم که یه همچین چیزی نباید میشد ولی جان سینا عالیه.
فین بلر اومد چیز کرد، گفتش که یعنی اونو که فیودو دارن. از طرفی دامینیک یه شبیه ادی گررو داشت نگاه می‌کرد. یه چیزی بهت بگم، من احساس میکنم که یعنی قرار 4 نفره باشه. نه خدا نکنه اینجوری که همه مسابقه همه چند نفره میشه مسابقه. من احساس میکنم که فیود اصلی بین بریکر و پنتا باشه و یه فیود میره بین جاجمنت دی و فین. سر اینکه میگه شما داری آبرو منو میبری. آره، چون اینا اصرار دارن یه نفر جدید اضافه بشه، اون میگه نه اصلا نفر ما نمیخوایم. از اون طرف من بوی خیانت جاجمنت دی به فین بلر رو حس میکنم که اینا یه کاری بکنن که فین بلر بره بیرون، یعنی بزننش بعدش فین بلر فیس بشه. به نظرم بهش میاد. آره دوست دارم. آره خیلی فیسش به نظر مثلا باید بره سراغ البته کمربند. فکر میکنم یکی از برنامه‌های کمپانی برای امسال این بود که روی فین بلر کار کنن. آره به خاطر همین اگه قرار باشه روی فین بلر کار بکنن، آدمی هم هستش که پتانسیل داره، باید بکشنش از جاجمنت دی بیرون. حداقل توی اون مسابقه هلینسلی که با اج بود. آره با اج نشون داد که پتانسیل خیلی خوبی داره. و یه چیزم بهت بگم، چون الان جاجمنت دی از بعد از رفتن دیمین پریست و مامی الان چیز جذابی نداره. کارلیتو که اصلا هیچ. آره. اون یکی موبلنده اسمش یادم رفتش، اون که هیچی. اونم که لاس زدنای دامدام داریم. اصلا جذابیت فین بلر باید بیاد بیرون، اینا برن واسه خودشون، فین بلر بیاد برای خودش. و بعد از همه اینا میرسیم به امضای قرارداد بیانکا و یو اسکای. این مسابقه ستایی میشه و مامی که دوباره اومد. مامی شاهکار. امروز یه استوری من توی پیج خودمون گذاشتم، یعنی پیج CLT، سیر تکامل مامی. بعد دیدی از کجا آقا تو شوکه نشدی میز نشکست؟ گفتم دنده شکست. جدیدن میزا نمیشکنه، یعنی میز کامنتری هم جدیدن اگه دقت بکنی آره. میکوبنشون اینور اونور. نه اینو زد، گفتم الان میزو میشکونه، بعد دیدم نه مثل اینکه دنده بیانکا قراره بشکنه. خیلی بد خورد حالا. آره ولی قشنگ میشه این مسابقه قشنگ آره. میشه برای رسلمنیا. تقریبا میرسیم به این که یه مسابقه 3 نفره داشته باشیم. ولی باز قرار نیست ما کمربندو ببره. دست ایو میمونه. اون مسابقه. یه چیز دیگه هم که توی اسمکدان من جا انداختم یادم رفت بگم، بحث جید کارگیل بود. یه عکسی از جید کارگیل وایرال شدش، توی آرنای خالی بود و هوادارا توییت زده بودن که هیچ وقت فراموش نکن که از کجا اومدی، مثل جید کارگیل که فراموش نکرده از AEW اومده. اون آرنای خالی الیت فنا الان میان فوش میدن. نه کاری آقا ما همه دوستیم، با کاری نداریم. این الیت واقعا فن هم داره. آره بابا زیاد تا صبح. چرا باید فن داشته باشه دیگه؟ الان میان جرت میدن. ببین بیا جرش بدید. آیدیشو میذارم بیاید پشت بنویسید. من به نظرم که جید کارگیل یه اتفاقی میفته. من هنوز معتقدم بیانکا قراره هیل بشه و فیود اصلیش با جید کارگیله و ایو هم که قرار قهرمان بمونه. اون مسابقه شاید مثلا با حواس پرتی بیانکا، البته لوس میشه خیلی نخنمه، ولی خب با حواس پرتی بیانکا پین بشه. بعید بدونم مامی پین بشه توی رسلمنیا. نه احتمالاً یه اتفاقی میفته که آره. مامی پین نمیده، یا اگرم ادامه بده استوری باشه، یه ادامه استوری اتفاق بیفته. تموم شد. آره. راه خیلی کوتاه بود چون متمرکز بود روی سینا. صحبت از AEW شد، من یه نکته بگم و برنامه رو تمومش بکنیم. یه آقایی هستش به اسم سرو استریکلند یا استفان استریکلند از راسترهای کمپانی AEW که قبلا توی NXT فعالیت میکردش و قهرمانی هم داشته توی NXT. الان در حال حاضر جزو راستر AEW. ایشون گل فرمایش کردن، گفتن چی گفتن؟ CM پانک، کودی رودز و همون دین امروز یا جان ماکسلی خودمون، اینا معروف شدن به خاطر AEW. چرا انقدر همه گل؟ خداحافظ شما، میبینمتون دوباره.